سلام علیکم از شهر لواکان دوستان عزیز. عکسی که در روی اکران دیدین عکسی بولوش سه شهروند اسرائیل 15 ماه در محبوسخانه غزه بودند. عکسی پایانش سه شهروند غزه 15 ماه در محبوسخانه اسرائیل بودند. اینجا معلومه کی تروریست غزه یا اسرائیل. عکسی دیگه در روی اکران چشمای شهروندان اسرائیل نیوکن و چشمای شهروندان غزه شکنجه ظلم گنوسید اصل 21. عکسی سیوم پشوکای شهروندان اسرائیل نیوکن و پشوکای شهروندان غزه نیوکن. دستی که دیدین در عکسی پایان معلومه که تروریست به نام مجاهد. شما ویدیو روی میکنین که در تریتوری سوریه ما خانه کافرای شیعه را در دادیم چپاکه دستیم. برای چی ای باره غزه گپ نمیزنید؟ برای چی یک بار اسرائیل کافر نمیگه؟ شما شنی بکنین گوداکای دود زده سه ما ایران نابود میکنیم. ایران کافران. عکسی که در روی اکران دیدین اسرائیل در تریتوری سوریه 7.5 میلیارد دلار دا باز اساس کیسه در تریتوری سوریه بانو مجاهد. دیدین با نام مجاهد. یک سال پیش داد میزدن که مورا بخشی پرزیدنت سوریه بشار اسد اجازت نمیده که بریم مردم غزه را یاردم کنیم زیدی اسرائیل برات سباره. امروز 63% تریتوری سوریه در دست شما است. تروریستا تای چمتون باز اساس کیسه اسرائیل. شما یک بارک اسرائیل کافر نمیگید. bayrak شد در نمیتین با نام مجاهد. مجاهد مردم غزه که زیدی فاشیستی اسرائیل برای سه خوب بود. شکست داد اسرائیل. نه تو شکست داد. اشما کلونو پرستیتوتکوی امریکا قطعی کلونی پرزیدنتی ترکیه تون فقط جاکیدا میتونه. شما نگادیایی رو پدونکو مرزو отпущенной проституткой аср 21 тустко дарото бахшиш зиёд ҳамватанони азиз ҷои гап аст. мустақа шумо меҷаке как собака ублюдки. эрон як давлате аст ки на то метарса израил метарса. чӣ гапи задагӣ аст? иҷро кардагӣ аст. эрон фақат ба пеш. دوستان عزیز پرزیدنتی کلونی ترکیه 706 بار در بین 15 ماه داد زدگی که ما اسرائیل نابود میکنم. همه شما کلونی. شما را با نام مجاهد پالیتیکاتون پرستیتوت که شما را نگاه شما کنید. مجاهد توصیق میکشه داروش میبره گام بزنه. مجاهد نیارا میگه که نامشون در تاریخ نوشته میشه که بگاب اسرائیل ترساندند. بگاب با سیاست نتورد نکله نموندن. شما پرستیتوت که بانم مجاهد زور شما فقط با مردمی بگنو میرسن. روین ما شما را نگفتم پرستیتوتکای امریکا که اسرائیل بدرین. 11% تریتوری سوریه در دست اسرائیل است.
باز اساس که سر های بانام مجاهد امروز هموطنان عزیز پراستیتوتکای بانام مخالف توجیک دستگیری کیسان کودکان نیوشان کنید دوستی راسته اچاب فرق نمیکنند فکر کنید هموطنان عزیز کی بدیان بانام مخالف توجیک یا جان تشکر هموطنان عزیزم